پادشاه جدید رضاشاه پهلوی بعد از آن که پادشاهی قاجار را برانداخت بران شد تا مالک نصف زمین‌های کشاورزی ایران شود، لذا اسناد آن را رسما به نام خود کرد. این شاه مشهور به جمع آوری زیورالات و جواهر بود. او عزم خود را جزم نمود که ارتشی نیرومند تشکیل دهد تا بتواند از مایملک خیش حفاظت و حمایت کند. رضا شاه کورکورانه از تجربه کمال مصطفی آتاتورک در ترکیه تقلید میکرد. آتاتورک دستور کشف حجاب را داد و مساجد را به موزه تبدیل کرد. رضا شاه از آنکارا جهت استفاده از تجارب آتاتورک دیدن کرد. در سال 1935 رضا شاه علمای دین را از برسر کردن عمامه منع نمود و مجبورشان کرد لباس غربی بپوشند. در سال 1936 دستور کشف حجاب را صادر کرد و بعد از آن دستور داد که بر حسب تقویم سال هجری قمری عمل نشود. همینطور دستور داد که مراسم عزا در عاشورا رسما تعطیل شود. دستور عدم خواندن خطبه نماز جمعه و تعطیل تدریس مسائل دینی و قرآن از دیگر اقدامات او بود. همسر رضا شاه هم بی حجاب وارد مسجد حرم معصومه سلام الله علیها در قم می شود و همین که یکی از خدام حرم از او می خواهد که لباس مناسب بپوشد، مورد ضرب و شتم شدید محافظان او قرار می گیرد. رضا شاه پهلوی پسرش محمد رضا را برای ادامه سلطنت آماده می ساخت. محمد رضا در مدرسه نظام در ایران درس خواند و درسش را در اتریش تکمیل کرد و پس از مراجعت فعالیت‌های سیاسیش را زیر نظر پدر که همه جا کنارش بود آغاز کرد. شاه پدر می‌خواست که مملکتش را با ازدواج با دیگر ملوک تقویت کند. لذا شاهزاده فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر را برای پسرش خواستگاری کرد. زوجة لابنه محمد رضا.